خب یک صحبتی رحمانوف گوش میکنیم برادرها. یک پیش خوالینگ رفته بود. خب گوش کنیم که چی میگه بعد بود موضوع را ادامه میتیم. مرحمت کنیم ببینیم. یک اویله در میره رحمانوف میشند تکم برنامه های کاکسیده برنامه های مخصوص داره. میره میشینه و بچه کم میکنه با قصه میکنه سیب و زردالو و غذا میپزه و ولی وقت هست ولی کش کرده میشه. این از زمین تازه کارتوشکا کردیم. ولی کارتوشکا رو بگی بعدی کارکوسا سبزی هم میشه دیگر هم میشه. کارتوشکا نونی دویم. خطونده میرسونه آخه اویله دا. بله. غلا زمین داری. ذخیره داری گندم. 600 کیلو گندم دیگه کار سال است. سال گذشت. گندمون رو نداریم نغزه. بهتره. حتما داشتن دکور. هم تخمیر هم دور که همون دکور نیست. مسئله ذخیره بسیار مهم. پدرمون میکردن، مادرمون میکردن. نه مادرمون میدوند. سرشون گذراندگیان. خب اون سالای قدیمتر مادرمون نقل میکرد. گنده بید سازم باید نبود که سرک بچیندن از قفای چیزی برد. همون را ذخیره میکردن. نه نسک نه خود اون چیزی که ولی ارزانی است. ولی پیش هیچی نبود. ولی شیشه برآمده دیگر یا کوزه سفالی دیگر دا گرفته ممکن. دو سال میسته مکمش میکنی. دو بیا بخیر. نام نرسه. بذار همون بوده رو رخدت. حاضر پمیدور و بادرینگ و سیب و دیگر خوک کردگیم خوب است. سیبم سیبی خوک. نونا ایواز میکن. ایسوبی کالوریاش خوب است. ذخیره داشتن یک سیب قوق مردم جمع کنید. ای خاک تو سر روبری کشور در عصر 21 قد دنیا دجال بزنی رحمان و قطعی پند نصیحتات سیب قوق جمع کنید که جای نون همه گرفته است. کشور اگراری گندم نداره مردم هم بس سیب جمع کنید سیب قوق. او مردم سیب قوق بخورین جای نونه میگیره. من بودنه میخورم سامانی من در دوبای میره کیف میکنه. نورالله که و داماداش و دخترها و فرزنده و بچه ها لامبورگینی خطی میگرده فراری خطی میگرده کیف میکنم. بولو رستوران های بهترین دنیا دا میره وقتی بهترین آشپزای دنیا میره و گوشتی گوسپند گوشتی بودنه را گوشتی نهنگ گوشتی نمیدونم آهو را نمیدونم گوشتی کاوگا میزنن. شما مردم سیب قوق جمع کنین. بچه جای نون میگیره. واو روز سیاتواری پریزیدنت قطعی برنامه رشد اقتصاد و رشد صنعت یکی از برنامه های رحمانوف هم با که تاجیکستان کشور اگر صنعتی کردن از این روی کشوری که اگر صنعتی کردن به همین باشه که مردم هم بگو تو سیب قوق جمع که جای نون نمیگیره. یعنی که یا سال گشنه بیا من خلاص شدگیم برادر اما تو رو مزورم نمیرسه سیب قوق جمع کنین گشنه مانده جای نون میگیره. حال یا مسئله دیگه اش نمیگه مسئله گوش نمیگه. گون جای عیب نیست. مادر ما نون قوق تازه میکردن خوش میکردن. بعد قابچه ها دا گرفته بالای خانه دا کشال میکرد. زمستان دا انا خوراک ما همورا باید گرفته قوق شوربا میکردن. شوربا دا کارتوشکا و همچنین دا گوشا کم بود گوچاران کم. یا تخمه یا کارتوشکا یا چکتی هم میداختن طبق دا میموندن از گوشت ناز. یعنی احتیاط دیمی حیات. برای من امکانیت هست اون روز کم بود گوچاران کم. شال میکرد. زمستان دا انا خوراک ما همورا باید گرفته قوق شوربا میکردن. ذخیره داشتن یگان جای. حالا بیده مسئله گوشت گپ میزنه. یعنی وقتی میبینی اونجا مسئله گوشت اتوماتیک عقلش میگیره در این چیزا دا. گوشت 60 70 سومونی ولی من میگم که زمستان دا نون قوق قطعی گوشت باید بخرید. میگم ماهاش من 700 سومون است از کجا من گوشت بخرم نون قوق قطعی خام شوربا بخورم. جاش تا میده میگه قوق کارتوشکا یا تخم قطعی. همون تخم هم قیمت هم کارتوشکا هم قیمت است. همین هم میگفتید نان قوق دعام میجوشونه میخرید. همون سالای گشنگی دا به یاد بیار خودت گفته چی خوب گشنه بودی پول نداشتی زندگی نداشتی یک قدر کار و فر یک قدر بانک های خارجی دا میلیون ها یک قدر ماشین های گرانبها دچه ها و یک قدر بایگری ای کدام حساب ای کجا ای سیب قوق خور ای گوساله سیب خور. ای خدای عیب نیست. مادر ما نان قوق تازه میکردن خوش میکردن. بعد قابچه ها دا گرفته بالای خانه دا کشال میکرد. زمستان دا انا خوراک ما همورا باید گرفته
қоқшурбо мекардан. Шурбо. Картошкаву, ҳамчина гӯшо кам буд, гӯчорон кам. Ё тухма, ё картошка, як чиқати там медохтан, та вақта мемондан аз гӯштан аз. Яъне эҳтиёт дими ҳаёт. Барои ҳамин имконият ҳаст, он рӯз замини президентӣ дорем. Хоб замини назди авлегӣ дорем. من همین فلسفه اینمی داستان تا پیش بر تصور کنین خیلی نامردی است خیلی احمقی است خیلی فرهنگ پس است روبری کشور اومده خیلی خاک تو سرش اومده است خوب کرده است خوب همین خیلی باید تا رحمان رو رفتن بستن بجاز خدا ای خدا نمیشرمین به خدا همین چی معنی داره باید همین خیلی دستا پیش بر تا رحمان رو رفتن باید خیلی بستن یا سبحان الله چی معنی داره همین چیز چی معنی داره این دستا پیش برم تا من بستم ای خدا بشرمین ای مرین امر رحمان خود عقل نداری بگی دستتون پرت اینه باشه من یک پرزیدنت مردمی ام گویو پیش ما تری چی نکنین خب یا سلام علیک کردین تمام آرام راحت تاجیکی انسانان بشین صحبت کنین همه قدر آماده میگه که باور کو هیچ دست فراموش نمیکنن دستاشون پیش برشون بگیرن در گوشاشون همه خدا جناب ولی میگه احتیاط کو دستات پیش برو گفت همه قای کردن که خان شاوخ رزن و مرد این ملت دستش پیش بر بگیرن چی معنی داره همین چیز چی ای رحمان و یا پیامبر و یا خدا ساخته است نعوذ بالله شما ای باشه دمی راهبری کشور همه دنیا داره آخی همه کشورها راهبری کشور دارن همه داره ولی با این حد اگر رحمان رو برای شما انگلیس و دبی نساخته است آخی با سه قاق دعوتون داره این همی راهبر است نانی قاق جمع کنی میگه ای نانی قاق مردم نانی قاق برای گاوا جمع میکنن جوگیا میوان نانی قاق میبند در گاواشون میتن این میگه که نانی قاق جمع کنه زمستان در گوشت با مزه میخری روز سیاخی تو ولی پرزیدنت آخی خاک تو سر دوغه همین فهمیش داری تو برای مردم تبلیغ نانی قاق داری همین مردم باید پشت سج رقم کنه دستا پیش بر 24 ساعت باید بسته چیکو کرده برای مردم تبلیغ سیوی قاق و نانی قاق داره سیوی قاق بودن گوساله سیوی خیر تر میکردیم زمستان میرفتیم کوه سیو میواریم تر میکردیم زمستان برای گاو میدادیم سیوی قاق گوساله سیوی خیر میگفتیم و گوساله داریم گوساله سیوی خیره این مردم آوریم و او رو گاو و گوساله پیدا کرده سیوی قاق بخوره بچه من میرم بهترین وینو ایتالیانی میزنم کنیاک ایتالیانی میزنم پیش پای رحمان گفتم هزار میوه‌جات میلیون سومون خرج میکنم لیکن شما مردم سیوی قاق احتیاط نمی حیات بانک‌ها در لوبیا و خلول و جواری مکه جمع کنه سیوی قاق و نانی قاق در بالا کچال بکنه زمستان در بخره خیال میکنم ای گوشت با مزه همون خورده بیچاره نادیده آخه میگه همون یک چی هست 40 سال گدو اگر 40 سال پاچه کنه بوی گدایی نمیره همون خیلی دیگه آخه ای خدای خب خیلی دوامش دیگه گوش نمیگیم اشوره محشر میخونه وقت نداریم روز دیگه رو گوش کنیم خب که ما هم بینیم چی گپ هست خب یا بله سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام آقای سلام بله همه گپاتون توغری است همه گپاتون رنگی الهی می تیرو بسیار شوه همین تیروتون با همون جایی که رسیده جایی که زده است برسه انشالله ما طرفدار شما الهی کارتون برار گیرد سلامت باشه خب زنگی دیگر این دستو پیشیبر یعنی دلالت به غلامی است ده غلامی یعنی دوباره همون سالای غلامداری برگردونید که دستا پیشیبر یعنی شما غلامین